و کتابخانه ملی تاجیکستان این تشبس معلوم شد که این منزل بزرگترین شاعر امریکایی. A few words about the work itself. Because he writes poems. روحی است که با ادبیات ما با تفکر شرقی ما بسیار نزدیک است و خود خمینگوی هم در همه مصاحبه‌هاش تاکید میکند که وای کوشش کرده است که در همه اثرهایش از جمله در پیرامرد و بحر روحیه و توانایی و قدرت و مردانگی انسان است ifade کرده و توانایی. اگر شما ببینید اگر مشاهده کرده باشید در اکثر اثرهای خمینگویی که ما مطالعه کردیم بیشتر همین نیرو مقامش بالا و چیز است. عموما بعضی چیزهایی رو می‌بینم که او دیده من این نبود. او در گوری‌ها با شاعران دیگر و شاعران دیگری امریکایی و تاجیکی از ترجمه می‌کنیم و بهره می‌بریم. این گونه تشبس‌ها در آینده از جهت صفت، از جهت خوب است. در مجموع و کل خوب است. ممکن